هفته خبر تو خبر داره براتون از تحولات منطقه و آخوندهایی که حسابی ترسیدن و رفتن رو ویبره. اما احساس می شود که برخی از همسایگان ما سر ناسازگاری دارند. کدوم همسایه ها؟ همسایه هایی که نمک ایران رو خوردند عزیز من. وقتی اشغال بود کشورشون، ایران اسلامی با کمال سرافرازی محکوم کرد اشغال کشورشون رو. حالا درست است نمک بخورید و نمکدان بشکنید و علیه ایرانیان عزیز ما موضع بگیرید، این نادرسته. وزیر خارجهشون هم که سلطان سوتیه اونقدر دست پاچه شد که حتی اسم رئیس جمهور کشور همسایه رو هم اشتباه گفت. البته جناب آقای رحمان علیوف رئیس جمهور آذربایجان برای اولین بار در 10-12 سال گذشته 2-3 روز پیش یک اظهارات منفی رو راجع به جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که در مسیر دیپلماتیک ما اعتراض خودمون رو بیان کرد. خلاصه اینکه دوره مانور دادن و فیگورهای آخوندات تموم شده و خودشون هم میدونن که پخش زمینن. از اون طرف آخوند رئیسی هم طبق معمول مشغول اجرای نمایش‌های روحوزی و سوتی‌های زنجیره‌ایه. این آخوند مشنگ از یه طرف ماسک زده، از اون طرف روبوسی میکنه. اینجا هم مثل بچه‌هایی که میشینن کنار باباشون هوس قام کردن میکنه و میگه خودم میخوام بشینم پشت فرمون. با مردم اینجوری میکنید. من از این بعد باید خودم پشت فرمون بشینم ها. من این دفعه یک کار بکنم خودم پشت فرمون بشینم. طور نشه کسی طور نشه. وایسا مردم اذیت میشن. وایسا. کله معلق زدن موقع سخنرانی هم که دیگه براش عادی شده. مثلا اینجا میگه احساس حق میکنیم بر عهده خودمون. اگه شما معنیش رو فهمیدید به ما هم بگید. به رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و به ایثارگران عزیز که همواره احساس حق میکنیم بر عهده خودمون نسبت به تلاش و زحمات و ایثارگری هایی که اون عزیزان داشتن. مردم هم تو فضای مجازی اینطوری ادای رئیسی رو در میارن و پرت و پلایگویی هاش رو به سخره میگیرن. آخرین زمستان بعد از پاییز سال 1300 قبل از 1400 آخر قرن برف آستارا در برف بهمن ماه سال 99. در اصلاح استوری قبل که هول کرده بودم میخواستم بگم اولین برف آخرین زمستان قبل از بعد آخر قرن 1300 برف وارد آستارا مبارک باد. یکی از افراهای جدید آخوند رئیسی ممنوع کردن ورود لوازم خانگی از خارج بود. با دستور رئیس جمهور ورود هر گونه لوازم خانگی که مشابه داخلی داره ممنوع شد. البته پنبه این ادا و اطوارا هم به زودی زده بشه و توی درگیری‌های باندی اینجوری دست همدیگر رو رو میکنن. حجم عظیمی از منابع ارزی کشور گرفته شده. چرا نمیای 94 تا 98 بانک مرکزی ارائه بدی؟ چرا نمیای ارائه بدی؟ چه مشکلی داره؟ تو قیمت واحد اینو نباید بدی. توناژ محصول وارداتی یا خارجیشو نباید بدی. ولی اینکه بگی آقا این انقدر ارز گرفته که مشکلی ایجاد نمیکنه، نه امنیت کشور به هم میخوره نه چی، چون اونا بهتر از ما میدونن. اینجا آمار گمرک میده، اکونومیست میدونه که چقدر واردات موبایل اومده صورت گرفته،
چقدر واردات موبایل هم تنها که نیستش که سویچینگ هست، BTS هست، نمیدونم هزار یک چیز دیگه هم هست. یعنی کشور از فرق سر تا نوک پاش 90% وابسته به خارج کشوره. خلاصه این که زمین زیر پای آخوندا بد جوری لیزه و هر طور که برقصن کله پا میشن. توی این هیروویری یکی مثل این بوزقلمون عمامه دارم پیدا میشه و از این روزه ها میخونه که انقلاب اسلامی ما هم انقلاب مستضعفان است، که انقلاب اسلامی ما هم انقلاب مستضعفان است. بله، این شما و این یک نمونه از دستاوردهای نظام به اصطلاح مستضعفان از زبون خودشون. بحث اختلاس رو متاسفانه دوباره امسال بالا داشتیم که ما از جهت پرونده‌ای 61% افزایش داشتیم و خدمتتون عرض کنم از جهت تعداد متهم 94% و متاسفانه از نظر ارزش ریالی بیشتر از همه ما تو بحث اختلاس داشتیم و ارتشاء که تو اختلاس تقریبا نزدیک 333% ما نسبت به سال گذشته 300% افزایش، یعنی 3 برابر سال گذشته تو 6 ماه اول اختلاس رو داشتیم. البته این دجالای دین فروش برای پر کردن حساب اهل و عیال و آقازاده هاشون تا دلتون بخواد حدیث و روایت هم جعل میکنن. اما این که حالا این رهبر جامعه‌ای که تو مسئولیت هست خانواده‌ش هم باید اینطوری باشه، یعنی زن اینم باید همینجوری باشه چون زن مسئوله، یعنی فرزند مثلا یه روحانی هم باید استفاده نکنه. چیه جواب شما؟ من جوابم اینه که رجوع کنید به دانشنامه امام حسین علیه السلام. بگید برام. طرف اومد، زنش اومد خونه یزد ابو عبدالله الحسین، برگشت گفت برو خونه امام حسین ببین چه خبره، زن و بچه‌ش چه جوری زندگی میکنه، چه فرشایی، چه مخده‌ای، چه فلانی بسار. طرف اومد به اعتراض به حضرت فرمود من خودم لباس خشن میپوشم، خودم مصرف نمیکنم، در جایگاه ارشاد مردمم، اما توسعه بر خانواده میدم. من قرار نیست زنم مثل من زندگی کنه، قرار نیست بچه‌م مثل من زندگی کنه. حالا دیگه دزدی و چپاول تو نظام ولایت به سوژه جوک‌های اینترنتی و پست‌های بچه‌ها تبدیل شده. یه نمونهش رو ببینید. تو کشورها رشوه میدن که کار غیر قانونی براتون انجام بدن. حالا تو ایران رشوه میدین که طرف وظیفه‌ش رو انجام بده. مشنگستان این هفته رو با حرفای یه بسیجی شیپیشو شروع میکنیم که عظما بهش لقب اسب عربی داده و این هم ذوق مرگ شده. چی شد آقا به شما گفتن لقب اسب عربی دادن به شما؟ اولا که لطف ایشون و نگاه باز فکر کنم خاص ایشون به جوونا و مردمیا، این که حضرت آقا این لقب رو دادن و این عنوانی که گفتن لطف ایشون بود، ولی در کلیت فکر کنم باز به این نگاه که یعنی باید بیاییم وسط میدان و تا جا داره بدویم و کار کنیم و خسته نشیم. البته عظم از این اسباب و یابوها زیاد داره. یکیشون اینه که توی استبل ولایته. اجازه نخواهیم داد ذره قلب رهبری عزیزم را که جانم به فدای او باد به درد آید و دنیا بداند the only way to save the country is to obey the leader. تنها راه نجات کشور اطاعت از رهبری است. تمام. وزیر بهداشت آخوند رئیسی از وقتی اومده مدام در حال تبلیغ و بازارگرمی برای واکسن دوغکی برکته. تولید واکسنی هست که این واکسن رو که همه امروزه مشتاق به استفاده از این واکسن هستن، واکسن برکت که از جمله واکسن های بسیار موفق نه تنها در کشور بلکه در دنیا هست و با عزم جزمی که عزیزان در برکت انجام دادن این واکسن به نتیجه رسیده. بله، این شما و این عکسی که نشون میده مردم چقدر مشتاق واکسن برکتن. اونقدر مشتاقن که اصلا لاین برکت رو تعطیل کردن.
نمایش واکسن عظما و باقی مهرهای حکومتی جواب نداشت. حالا دست به دامن نوه وزیر بهداشتشون شدن تا اینجوری برای واکسن کشکی برکت تبلیغ کنن. این هم یه نمونه از واکنش‌های مردم مشتاق به واکسن برکت. بچه‌ها من امروز رفتم واکسن برکت زدم، خدا رو شکر هیچ عوارضی یا چیزی نداشت. بالاخره میتونید شما هم برید بزنید و استفاده کنید. خدا رو شکر هیچ عوارضی یا چیزی نداشت. خیالت عوارضی یا چیزی هم نداشت. واکسیناسیون آخوندان یه جورایی مثل کارهای پتوبت میمونه. یه چیزی تو این مایه ها. مشنگستان رو با اظهار نظر این دایناسور عمامه‌دار درباره تراشیدن ریش به پایان میبریم که نیازی به توضیح نداره. از کارهای حرامه که انسان ریششو بتراشه. حالا فرقی نمیکنه که با تیغ بتراشه یا با ماشین طوری اصلاح کنه که مثل تراشیدن باشه. به عبارت دیگه اونی که لازمه صدق ریشه، یعنی باید بگن انسان محاسن داره. همونجور که میگن شما ابرو داری بگن محاسن هم داری. بنابراین اگر افراد معمولی که محاسن معمولی دارن با ماشین شماره 4 اصلاح کنن صدق ریش میکنه. خب حالا که زدن ریش حرامه، اگر کسی برای زدن ریش بخواد اجرت بگیره، کارش این باشه که ریش میترشه و اجرت میگیره، این پولی هم که در مقابلش گرفته میشه این پول حرامه. تو کشورهای دنیا پارک ژوراسیک درست میکنن. آخونده هم تو ایران پارک ژوراسیک درست کردن. سکانس آخرمون مقایسه این دوتا پارک ژوراسیکه.